در این درس یک مکالمه را یک جای میخوانیم و میآموزیم که چگونه جورپرسانی کنیم. د علي سره د پښتو ژبه زده کړې یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په چینل آموزش زبان پښتو با علي خوش آمدید. څلورم ټولګی 14 لوست. صنف چهارم درس 13. در این درس ما یک مکالمه جذاب را با هم میخوانیم و با ساختارهای مکالمه برای جورپرسانی در زبان پشتو آشنا میشویم. اما قبل از اینکه درس را آغاز کنیم برای حمایت از ما ویدیو را لایک کنید. خبریتری، گفتگو و یا مکالمه. موخه، هدف: د متن سم لوستل، صحیح خواندن متن، لیکل، نوشتن او خبرو اترو له لارې د ژبې زده کول و یادگیری زبان از طریق مکالمه. خبر اترو، مکالمه و گفتگو له لارې از طریق ژبې زبان زده کول، یاد گرفتن. پوښتنه و یا پوښتنه، سوال: آیا تاسو نن له چا سره خبرې اترې کړې دي؟ آیا شما امروز همراه کسی مکالمه داشته اید؟ صحبت کرده اید؟ اجمل: ایماله، ستړی مشی. ایمل، مانده نباشی. ایمل، بخیر اوسی، بخیر باشی، جور باشی. اجمل: ایماله، چرته زی؟ ایمل، کجا می روی؟ چرته زی، کجا می روی؟ چرته به کجا، زی می روی. ایمل، ټولګي ته ځم، به صنف می روم. ټولګي ته به صنف ځم می روم اول شخص است و ایمل خدا گفته و نظر به فاعل در اینجا زی تبدیل به زم شده. ټولګي ته ځم، به صنف می روم. اجمل: ایماله، لومړی ساعت کوم مضمون لرو؟ ایمل: ساعت اول و ساعت نخست کدام مضمون را داریم؟ لومړی، نخست، اول. لومړی ساعت، ساعت اول. کوم مضمون، کدام مضمون لرو داریم. در اینجا هم لرو نظر به فاعل که اول شخص جمع هست و باید به معنای داریم باشد و پشتو به واو ختم میشه. لرو به معنای داریم. ایمل: د پښتو مضمون دی، تا چرته زی؟ ایمل پاسخ میده مضمون پشتو است، تو به کجا می روی؟ د پښتو مضمون یک عبارت مضاف و مضاف الیه است. تا به معنای تو، چرته به کجا. تای دوم به معنای به هست در اینجا. ز می روی. اجمل پاسخ میده که ز هغه دکان ته ځم، من به آن دکان می روم. هغه اشاره به دور دارد، ضمیر اشاره است. در زبان پشتو، در قواعد زبان پشتو ما 4 ضمیر اشاره داریم: نزدیک، نزدیکتر، دور و دورتر که در یک ویدیو جداگانه به صورت مفصل تدریس شده. ایمل: په دکان کی څه کوي؟ ایمل پرسان میکنه که به دکان چه میکنی؟ په دکان، به دکان. کی څه کوي؟ چه میکنی؟ څه کوي، چه میکنی؟ اجمل: له دکان څخه قلم اخلم او بیا درځم. از دکان قلم میخرم و باز میایم. لا به معنای از، څخه به معنای طرف و جانب. اخلم میخرم، او بیا و سپس و بعدن. درځم پس میایم. در اینجا فعل اخلم و زم همراه با میم آخر آمده چرا که اول شخص است و از جانب خود گپ میزنه. فعالیت: برای فعالیت لطفاً مکالمه را از بر کنید چرا که از بر کردن مکالمه های خرد در روند
یادگیری مکالمه ایتان و پیشرفت مکالمه ایتان سرعت میبخشه. و اگر کدام دوست و یا پارتنر داشتین که همراه از او تمرین کنین بسیار خوب میشه. و اگر نداشتین یک تکنیک برایتان یاد میتم. یک بار صدایتان را برای اجمل ضبط کنید و مابین مکالمه اجمل برای ایمل جای خالی بگذارین، یعنی هیچ گپ نزنین و یک بار برای ایمل صدایتان را ضبط کنین، نقش ایمل را بخوانین و برای اجمل جای خالی بگذارین و هرگاه که صدایتان را پلی کردین اگر نقش اجمل بود برای جای خالی ایمل را پاسخ بدین و اگر برای ایمل بود شما اجمل را بخوانین. و اما لغات جدید این درس: لومړی، اول، چیرته، به کجا، زم، میروم، اخلم، میخرم. خب دوستان عزیز، این بود درس امروز ما و برای کار خانگیتان مثل همیشه لطفاً یک بار از روی متن بنویسید و صدایتان را ضبط کنید و بخوانید و از طریق آیدی تلگرام برای من روان کنید. امیدوار هستم از سلسله آموزش های صنف 4 استفاده برده باشین و درس ها و آموزش ها را تعقیب کنید. تا درس آینده شما رو به الله پاک می سپارم. در خدای پامان.